مقامات تاجیک آوازه‌ها در مورد فرار محبوسان از زندان خوجند را رد کردند. صبح روز سیوم می ساکنان خوجند را پیدا شدن نظامیان سلاح به دست در راههای ورودی شهر و به ویژه قسمت شمالی ساحل سیر به حیرت آورد. شریف نظرزاده سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در سوخت صبح سیوم می در صحبت با رادیو آزادی گفت که حضور حربیان در خیابان‌های خوجند و راههای ورودی به آن به مشق نظامی بستگی دارد که ریاست کارهای داخلی انجام می‌دهد. عزت الله شریفوف سردار ریاست اجرایی جزایی وزارت عدلیه نیز در صحبت با رادیو آزادی خبر فرار محبوسان از زندان خوجند را رد کرد و گفت ریاست کارهای داخلی در سوخت برای انجام مشق نظامی بانگ خطر زد و مردم فکر کردند که زندانیان از محبس فرار کردند. مسئولان در سوخت میگویند مقامات قدرتی در خوجند عملیات تحت عنوان حلقه دایر میکنند، ولی قبلا اعلان نشدن این عملیات در بین ساکنان آوازه‌های به میان آورد که یک یا چند محبوس از زندان فرار کردند و نظامیان مسلح آنها را جستجو دارند. ساعت 8 صبح شروع از محلهای 3 تا 20 خوجند در سر راههای ماشینگرد افسران و سربازان کلاشنیکوف در دست به چشم می رسیدند. در چند جا ماشین‌های کمازی پر از نظامیان هم دیده می‌شد، ولی چهره آنها آرام و آسوده به چشم می‌رسید و آثار هیجان یا اضطراب خوانده نمی‌شد. یک ساکن محله هشتم شهر خوجند در صحبت با رادیو آزادی گفت در اطراف و نزد درآمدگاه‌های بیناهای بسیار طبقه سربازان و افسران دیده می‌شدند و از آدمان و نقلیات نظارت می‌کردند. عملیات شرطی برای بازداشت محبوسان در خوجند از سوی مقامات قدرتی در حال است که روز 17 یونی سال گذشته 3 محبوس رمزالله خان دادخانوف، حبیب جان یوسفوف و میرزا ظریف قیوموف از زندان رقمی 33 شهر خوجند تلاش فرار کرده بودند. هنگام فرار آنها یار محمد علی محمدوف سردار بخش نظارت و تربیت در این محبس را با کارت کشتند. اما از فراری ها میرزا ظریف قیوموف در زد و خورد با زندانبانها به هلاکت رسیده، حبیب جان یوسفوف زخمی و بلافاصله دستگیر شد. تنها رمزالله خان دادخانوف توانست از دیوار بتونی سیمخوارپیچی محبس بیرون جهیده فرار کند.